با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان گرامی. با آموزش هک سوم سایت کلش هک _aya.minambolog.com در خدمتتون هستم. هک به این صورت بود که وقتی با گیم هکر بازی رو هک میکردید با یه اروری مواجه میشدید. ما میخوایم این ارور رو برطرف کنیم. من گیم هکر رو باز کردم و وارد کلش آف کلن میشم. لازمه عرض کنم بعد از اینکه مبلغ رو واریز کردید یک فایل زیپ به ایمیل شما ارسال میشه و فایل زیپ دارای 3 فایل دیگه است که یکی فایل ورد و یک فایل همین فایل ویدیو آموزشی و یک فایل هم فایل هکه که در یک پوشه به نام extracted قرار داره. ما وارد بازی شدیم. همونطور که میبینید جیم در سمت راست 242 ما اینجا قرار میدیم 242 سرچ رو میزنیم 1406 تا عدد 240 پیدا که ما پیدا کردن رو دوباره امتحان میکنیم. من اینا آپگریدش میکنم. دوتا جیم از دست میدم. 242 رو کردم 240. بله اینجا میخواد که یه عددی وارد کنیم. مثلا به طور مثال ما 17000 رو وارد خواهیم کرد و اپلی میکنیم. در اینجا بله این ارور رو میبینید، همین ارور که در سایت هم گذاشته شد. ما برمیگردیم به صفحه اصلی گوشی. تو اون فایل وردی که الان عرض کردم چند دقیقه پیش یک لینک مستقیم برای دانلود روت براوزر که بالای صفحه سمت چپ میبینید. من روت براوزر رو باز میکنم. لازم به ذکره که اون فایل اکسترکتد که درون فایل زیپتون هست باید با حافظه داخلیتون انتقال پیدا کنه. من صفحه رو به چپ میکشم، یک صفحه دیگه باز میشه که اینجا حافظه داخلیتونه. توی پوشه extracted که همین نگه داشتم آبیه بازش میکنم. فایلی به نام lib.su رو کپی میکنم و برمیگردم به صفحه اصلی، یعنی صفحه رو به راست میکشونم. پوشه دیتا رو باز میکنم، دوباره پوشه دیتا رو باز میکنم و میگردم. همونطور که میبینید بالای پوشه ها عکس برنامه ها هست و میگردم کلش آف کلن رو پیدا میکنم. کلش آف کلن معمولا انتهای این پوشه هاست. من کلش آف کلن رو پیدا کنم. بله این کلش آف کلن. کلش آف کلن رو وا میکنم. فایل lib و این فایل رو پاک میکنیم. ما فایلی که در پوشه lib بود، اون فایلی که کپی کرده بودیم از پوشه اکسترکتد رو همینجا پیست میکنیم. پیست با موفقیت انجام شد. حالا ما به بیرون میریم و دوباره بازی کلش آف کلن وارد خواهیم شد. اگه یادتون باشه دفعه قبلی سرور ما رو از بازی انداخت بیرون و حالا ببینیم چطور میشه. 240 تا جیم یا الماس سبز دارم. 240 تا رو سرچ میکنم، سرچ رو ادامه میدم، این معدن طلا رو آپگرید میکنم، 5 تا جیم رو از دست میدم، 240 به 235 تغییر خواهم داد. سرچ میزنم. بله حالا یک عدد انتخاب میکنیم. حالا بعضی هی دوست دارن 999 بزنم ولی ما این کار رو انجام نمیدیم و 14000 رو وارد میکنیم که تو همین شاپ جیم نیست، آخرین چیزش 14000. توصیه میکنیم که 14000 تا پیش برید. اپلی میکنم.
ببینید ملاحظه کنید ما رو از بازی ننداخت بیرون. خب ولی 235 تا جیم سر جاشه. حالا من میام این سربازخونه رو با 1000 تا آپگرید میکنم، 1000 تا اکسلر. بله از اون میخواد که 5 تا جیم بدیم و تمام میکنه الان کارو. من 5 تا جیم خواهم داد. همونطور که مشاهده میکنید در سمت راست جیممون به 13995 تا تغییر کرد بدون اینکه ما رو از بازی بندازه بیرون و من راحت میتونم چت کنم بدون اینکه سرور متوجه بشه. کلش هک خط تیر آی آر دات میهن بلوگ دات آیار دات کام به خدمت شماست. هم آموزش هک داره و هم فروش اکانت بوم بیچ و کلش آف کلنز. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.